امروز میخوایم بفهمیم که توی این سالها رفاقت چقدر منو میشناسی دیگه مشخص میشه. ببینید چطورید بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدید به چنل خودتون اسکواد قشنگم. امروز من متین و دوستم اشکان یک چالش بسیار جالب و قشنگ داریم. قراره که بفهمیم توی این 10 سال آیا همدیگر رو به اندازه کافی شناختیم؟ آیا اون دارکترین سیکرت های داخل زندگی دارکترین سیکرت های اون دارکا رو میخوام، اونا که کثافته. آره اونا رو میخوایم که ببینیم آیا همو میشناسیم و ببینیم که به هر حال این رفاقت بعد از این ویدیو ادامه دادن داره یا نداره. اینا رو بعد امروز فهمید. اوکیه؟ بریم. فقط قبلش خیلی لطف میکنید چنل ما رو سابسکرایب کنید، توی کامنت ها نظراتتون و فوشاتون رو برامون بنویسید. حالا آدم و انتقاد پذیر باشه آقای محترم. و لایک و سابسکرایب و اینا دیگه فراموش نشه، دستتون درد نکنه. خیلی دوست دارم که از نزدیک لب لپای قشنگتون رو باشه. بریم. کاراکتر مورد علاقه من جوکر است. کاراکتر مورد علاقه من کانکی است. کاراکتر مورد علاقه من لایت یاگامی است. اوه داری ما چیکار کنی؟ ببین سخته. مطمئن خودت میدونی من هر 3 تاشو دوست دارم. توکیو غول آجی من با توکیو غول ببین آغاز شد انیمه دیدن. آره و این کیشونو انیمه بین کرد؟ من نمیدونم چی، ولی نمیدونم اون بخشش زیاد مهم نیست. آقا بذار بریم با منطق بریم جلو. ببین شخصیت کانکی شخصیت خیلی خوبی بود ولی در آخر به نابودی کشیده شد. پس اون مطمئناً اولین نیست ولی اینو میگم اولین نیست. میمونه جوکر. ببین چه جوکر شخصیت جوکر. نه میدونم شخصیت جوکر مثلا جوکر خاصی مدی نظر ده یا کلن کریر جوکرها. میخوام ما جوکرهای زیادی داشتیم. مثلا یه هیث لجر برای من اولینه. خب ولی من جوکر دیگه هم که دیدم من اون رو واقعا هستم. خب ببین پس جوکرها و لایت یاگامی. ببین جوکر شخصیت مورد علاقش از خیلی قبل تر از اینه که انیمه بین بشه. خب ببین ولی یه کدومو بگو. ولی من با لایت یاگامی میرم جلو. کاراکتر مورد علاقه من جوکره. نه ماگشو دارم، تابلوشو دارم تو دیوار. من ندیدم که خونه دو ما را راه نمیدی. آیا من تا حالا 5 تا لپتاپ داشتم؟ یعنی 5 تا سیستم، کلا سیستم کامپیوتری، گوشی یا کاری نداری. 5 تا داشتم یا 3 تا یا 7 تا. 3 تا. 5 تا 3 تا داشتی تو. یه لپتاپ داشتی، یه دونم کامپیوتر که از قبلش بعد حالا دوره این کامپیوتر جدید. من بچه بودم، من 2-3 تا دیگه داشتم. دیگه بچه بودی یا دیگه بعد نبودم اون موقع. خب دیگه من برای توضیح دادم داشت بچه بودیم 10 سال پیش بوده. خب دیگه 11 سال پیش بوده اولا دیگه. اون موقع چی بودیم؟ مرد بالغ نمیدونم که مدین دادا اون موقع لپتاپ چی داشتی؟ من بچه که بودم پوزارا خیلی زیاد میدادم. خب یعنی هم روی عدد تاکید می‌کردم. خب اون موقع 4 بود. آره کمپانی مورد علاقه من در صنعت ماشین شماره 1 مرسدس بنز، بوگاتی. بذار بخونم همون. شماره 2 لامبورگینی، شماره 3 مرسدس بنز. بوگاتی، لامبورگینی، مرسدس بنز. لامبورگینی نیست. بوگاتی مونه و مرسدس بنز. ببین اینا همش مورد علاقه ده ولی کدوم از همه بیشتر؟ بوگاتی. آفرین. حالا مثلا انگار انتخاب بین پیکان و پراید بوده. داداش بوگاتیه دیگه. تو
برو تو مزرعه، تو ته مزرعه هم برو یکی بپرس بوگاتی دوست داری، میگه آره داداش بهترین ماشین دنیاست. مگه میشه کسی خوشش نیاد؟ کسی بدون بوگاتی چیه 100% میگه این بهترین چیزیه که یک انسان میتونه داشته باشه. با اون فیست شب شیطان عظیم میمونه. باشه همه میرن سمت گرونا. همه انسان این خوش میده بین من 4 تا قول صنعت توی آلمان، پورش، آودی، بی ام و مرسدس. من مرسدس رو بیشتر خوام. من کدوم برند دوست دارم؟ فولکس واگن خوبه ولی تو آلمان دارم. نه دیگه نفهمیدی. فولکس واگن صاحب تمام به این برنداست. ها بوگاتی و راده کمپانی ساخت ماشین. خب باش، این سوالیه که جواب ندی رفاقت بو میده، اونم بوهای بعد. گیم مورد علاقه من ما یه نیمی داریم. خب معلوم صداش بیاد یا نه؟ ما یه نیمی داریم بهش بگی ناراحت میشه. الان من بهش گفتم برو ار میزنه. من نمیدونم واقعا در چه بدبختی ما داریم ما این نینیا. آقا اولی دست بردار پا گرم. اولی شادو آف وار واقعا بازی خوبه. دوم گوست آف د تسوشیما and 3 کامل، یعنی دیگه کلهم اجماع المجمعین کال آف دیوتی. ببین گوست آف تسوشیما و شادو آف وار کال آف دیوتی عمیق تر. برو تو بحر قضیه. عالم از گوست آف توشیما. ببین من جوابمو حتی اخیراً هم بهت گفتم. میشستی و دوست داشتی که یه شمشیر سمرده شوشی وسط گلبرگ. بله و شادو آف وار. ولی جوابم اخیراً هم بهت گفتم که تو تجربه هم کردی. کی؟ نه مطمئنم چون من یادم چرا؟ تجربه هم کردی گفتی میگه فلان نبود. من اینجام تو رو گمراه نه تویت. من جوابم گوستاف تسوشیما است. باریکلا فقط را ثابت کرد. ولی اخیراً بهت گفتم گوستاف تسوشیما، بعد گفتی میگه شادو آف وار. نه گفتم نه بابا دیگه گوستاف تسوشیما خیلی باز کردم. الان گوستاف تسوشیما رو با شادو آف وار الان گوستاف تسوشیما با شادو آف وار یه اندازه بازی کردم. 4 بار ولی خاطراتی که از شادو آف وار من گفتی. نه من شادو آف وار اون اوایلی بود که پس از کارها و عرق ریزی های بسیار تونستم کنسول فراهم کنم و اصلا بازی که میکردم. اون موقع واقعا گیم یه چیزه حالت دست نیافتنی تر بوده. مثلا گیم نت که میرفتیم فقط این بازیه میکردیم که مثلا مولتی پلیره دیگه، مثلا داستان که کسی نمیرفت بازی کنه. آره بعد تو خونمون اومدی تو بودم که واو من گیم نت دارم الان. من فردا میخوام گیم نت بزنم. رنگ مورد علاقه من مشکیه، رنگ مورد علاقه من سرخه، رنگ مورد علاقه من بنفشه. همین چند روز پیشم بهت گفتم رنگ‌های مورد علاقه‌مه ولی نگفتم کدومش یکه. سرخ. من همین نگاه رو میشناسم. ببین قشنگ داره تو ذهنش میگه خب چه جوری بپیچونم، الان چیکار کنم که نفهمه من دارم میپیچونمش. قشنگ قیافه رو ببین خدا وکیل نگاه کن. سرخیه که دقیقاً پیامده یادمه گفتی مخصوصا اگر سرخ باشه. نه کاملا در ذهن دارم، یعنی اصلا لازم نیست بیارم نشونت بدم. نه اذیت داره میکنه. به خدا داری اذیت. خیلی سریع جواب بده. اون قهرمانی که من طرفدارشم، اون که اصلا که خفنه، بتمن، اسپایدرمن یا سوپرمن، آیرون من. بین این سه تا انتخاب کن. به قطع بتمنه. بتمنه؟ خودت میگفتی بتمن. من نگفتم بتمن. کی گفتم بتمن؟ گفت بین سوپرمن و صبحی سب نه چیه؟
من 22 سالمه. خب 22 سالمه. این پتوه. خب واقعا منم این پتو رو دارم، ولی پتو دلیل نمیشه که حتما اون آره. داداش میگم 22 سالم، مهمون میاد خونمون من کاملا حاضرم جواب بدم که من روی این با این پتو میخوابم. من مثل مرد جواب میدم. برو بتمن. باختی عزیزم، بدم باختی. بتمن ببین بدم باختی. فکر میکنم داری الکی میگی منو اینجا ببوز. داداش من اینجا میخوابم با اسپایدرمن. بتمن کیه؟ من نمیتونم. کت شلوار 2 تیشرت شلوار لیست سفید. کت شلوار بگم دیگه. داداش یه گزینه تیشرت شلوار. داداش من اسمی حال نمیکنم. آقا من اصلا اینو جزوی امتیازات قبول نکنم. یه سوالیه بپرسم. همین کار بکن. تیشرت شلوار چی مردی رو میخته مثلا تیشرت و شلوار. دختر مورد علاقه من، دختر گاس، تومبوی. گاس چیه؟ من پیرم به خدا. من مال خب پیری چه تازه بیشتر باید بدونی. متالیکا، دختر متالیکا سفید میکنن، روژ لب سیاه. ایمو بهشون مگه نمیگفتن؟ آره ایمو، ولی این مووی اصل گاسن. هیوی متال گوش میدن. آره دف متال. آره و هلمت. متاسفم باید این که این ویدیو رو میبینید دارید گرایشات جدید پیدا میکنم بچه. خداییش آجی یکی دیگه بود من احساس کردم این باید میبود توی این ستا. ما سلما میشو من نمیخوای آیا اولد مانی گیرلز. آره اونو در ظاهر داریم راجبه باطنه اینا افراد زیاد باطنه خوبی نیست اینا که هیوی متال. کراس گرل نداریم که مسلمانی باشه. فکر من ندیدم تا حالا بیشتر. خب تومبوی تو چیز داریم تومبوی مسلمانی نداریم. این فهم با یکی بیازش بیرون زشت اصلا. یعنی خودت روی پیشه جلو بگیم. خب این از این فهم بوی بیا عکسشو برات میفرستم بذاریم بالا. بیا من تو نمیذارم. این چیزا تو چنلمون نمیذارم. خب بعد تامبوی میشه این خب ببین تامبوی یا میگه خودشون دوست دختر ندارن. نه من رفیقم تامبوی بود یحتمه که قرار نیستش که اونوری باشن که اینوری هم میتونم باشن. اینوری میرن اینوری میرن. خب من والا این واقعا عجیبه. تو اصلا یه چیز دیگه به من قبلا نشون دادی ولی من با گاس احتمالا تو فیلم میرم جلو. نه جواب سرعتی و اصلش تامبوی. با تامبوی نه اصلا میده تامبوی یه مقدار از شخصیت زنانگی هنوز درش وجود داره. این گاسگر رو لاچه شروع سفید کنه دیگه. آقا من به خاطر دیدن همچین صحنه‌ای ازتون عذرخواهی میکنم. نمیدونم چرا بعضی وقتا اصلا خارج میشم از رو حالت عادیم. اونجوری دیگه نه دیگه خیلی زدی رفتی بالا. چیزی حدی داره. خب در آخر دوستان عزیزم و اسکواد قشنگ و گلم امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنید. حتما بکنید این کارو. کامنت های انرژیزا حتما. اینجا چه چالش هایی دوست دارید ما بریم؟ همه چی. زنگوله رو هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتیم حتما ببینید. دوستتون دارم. تمومه. تمومه.